بعد باباجم چی شد؟ پاچت خواب است جان. برای چی خواب شب نشده است کو؟ همیشه شب بودیر جان، همیشه. اما این شب این ظلمات را نیست کردن لازم. خواهر جانم، با تو چی ها کردند؟ تقایت کمی به دوری ها می رود. مالش؟ کجا؟ به دوری ها. من چی کار بکنم؟ نزدی پدرت می رویم. آخه پدرم از ما جدا زندگی میکند. فقط او رو روزهای یکشنبه میبینم. از این بعد هر روز می بینی او رو. خوش آمدید. پدرش کجاست؟ انشاءالله می آید. رو نزدی بابایت رو. بیا جانم. میدانم گفتنش مشکل. نه دیوانگی نکن. چخیل آخر. میدانم من سرکمیسر هستم، اما انسان بعضی حسیاتش را خدا جان کمکم کن آخر. اگر اینطور باشد کمتر بجورات شوم. گوش کن حلیمه، تو را دوست می‌دارم، فهمیدی؟ ما مردیم، ما دروغ نمیگوییم. همسر من نمیشوی. آخر تو چی میگویی؟ مگر دیوانه ای آخر؟ به خود بیا. حلیمه تسلیم میشوم. آخر برای چی سرکمی سرم؟ چون که عاشقت هستم. ببخشید رفیق سرکمیسر. من به شما خلال نرسوندم. نه من چی میکردم؟ بالا با پسش. حلیمه به خانه نجید سردار نمی رویم. خونه را زنگ زده بودند. همینطور می. پیش از رفتن با تو در یک مسئله گپ زدنیم. یک دقیقه. میدانی حلیمه، من باید با تو. سرکمیسر، لبی. یک شخص نزد شما آمده است. بند هستم نمیبینی؟ گفتگو دارم. بسیار مهم است میگوید سرکمیسر. هم چی خیل گویم کمتر عجیب است. خیر مالش، تو را من حاضر می آیم. شما چی گفتنی بودید رفیق سرکمیسر؟ من بد میگویم. من هم روم. از آنجا هم رو به خونه سردار می رویم. التماس می شود؟ رفتیم با هم می رویم. تو
تو در اینجا چی میکنی به شرف؟ سرکمیسر شما چیکار کردید سوره؟ رفیق سرکمیسر با شما چی شد؟ برای تسلیم شدن آمدم. تسلیم میشوم. اوه من تو رو التماس آرام شوید. آخر من برای تسلیم شدن آمده است. این آدم کیست؟ این پدید تلخی حیات من دوست پسرم از همه بدترش قاتل چندین آدم است روزت را نشان میدهم آناییز تو به همه کردارهای رزیلانت جواب خواهی گفت با من چی کاری خواهی کن؟ اما اول مرا گوش کن. همه‌اش رو میگویم. چیزی که میدانم میگویم. اگر نمیگفتم فکر میکنی خودم میآمدم. همین خیال پره. هیچ وقت یگت ها در بالای از سوار شده با کمون به قفا نگاه کرده هدفشون رو منشون میرسونده. تا همین درجه هنرشون بلند بوده است. اون یگت ها رو مثل تو کودکان گوش میکردن و تا آخر یک سوال میدادن. چی بود اصلا سوال داده؟ تو در این قصه خود را کی تصور کردی؟ هنرپا چقدر بخچه زیبا. بله مثل این بخچه نیست. اوه از نمودش خیلی با مزه می نماید. خودتون پختید؟ من نپختم. خاله‌ام روان کرده است از ارزروم. مرحمت آه خدایا باش شود. یا خدایا از خدا شکر به پسرم هیچ چیز نشد. خیلی ترسیده بودم. برای همین یک قربانی میکنیم نصیب باشد. از افتشال پرینچون به کسی صدقه داده است وگرنه وای دیوانه او را. امان التماس به خاطرم نبیار فشارم بلند می شود. بله باز دو کس رو کشته است. بیچاره. چهل بیچاره؟ این بیچاره دو کودک رو کشته است. من میگویم فقط از همین تلویزیون یاد میگیرم. از همان فیلم ها سلسله فیلم ها. مگر پیش بود؟ نبود؟ همین طور لیکن هر فیلم خیلی نمی شود. نغزش هم هست. نمیدونم. اصلا من تماشا نمی کنم. اما به جوانان بسیار تاثیر می کنم. چی تاثیر میکرده است؟ نجیب خودم کو به زور باز می ترسونی. سنک که ترساندم. فقط یک سوال دادم. تمام. اما اوچه من کلان شوم یگید نشوم. یگید؟ چه یگید؟ این یگون مسلک است. یگید گفتی به یادم آمد. یگید با حال من آمدند؟ هنوز هم تفتیش کردن؟ ممکن نکنند هم. چه؟ دعوت کرده میاند البته.
خیر نمیدونم. چی شد؟ شما از من چیزی رو پنهان کرده ایستاده؟ اپا من یاری میدیم به شما. تیمور تو هم بیا. تو خودت کردن گیر. اقلا یگون کار میکنی. در خونه خورو رو کی میپسد؟ خیز گفتم. کی در خونه خورو میپسد ها؟ کی؟ لبه علمه چی گفتی؟ خوب حاضر می آیم فهمم زنک من باید روم. اوه نجیب، من این قربانی رو به تو چکار میکنم؟ زنک جان حساب می آید قربانی رو می کشد. شما باشد آن رو با محتاجان تقسیم میکنید. تمام؟ رفتن چه؟ بله. سردار من هم روم؟ نه حالا تو اینجا باش. راست میگویی. جورا جان، تو از کجا پیدا شدی؟ این رو مام با گوشم یک چیز رسید، درست است؟ با گوش تو رسیده باشد، درست است. حاضر من به نظارت خونه برا. چه؟ برا خیر بر. تلفن راست خودش به پای خودش آمد. برای چی باشد نمیدانم. آخه برای چی آمد؟ میفهمیم. یک مشت خوب بیزم. چه؟ کار شدی مگر یک مشت با قوت بیزن گفتم. زن گفتم، کش نگفتم کو. تو هم در دندان شکنی بد نیستی. کنی مرا با پایم فرور. چی اندیشه داری؟ درا و در اون درا خدا را شکر گوی که پلیسم، وگرنه میدیدی پلیس نمیشدی کاردارت نمیشدم. دمت را گیر. با خدا پول کافتم اما نیافتم. 90,000 پولی کم نکو. التجا میکنم. خکن، من تو برای اینها را بسیار دیدم. از اونها نفرت میکنم، فهمیدی؟ گوش کنید، من شما رو هیچگاه ندیدم اما حرمت میکنم. التماس به من مهلت دهید. من از شما 50,000 گرفته بودم. تو مرا بان خیال کردی از جناب فیروز. برای با سودخور کار کردن با شرطهایش راضی شدن در کار. به تو یک چند ساعت مهلت میدهم. تا ساعت 9 اگر 90,000 آوردی نه آوردی با یکی از نزدیکانت الوداع میگویی، فهما؟ لطفاً باز کمی دیگر مهلت دهید. هیچ نباشد با شما روبرو صحبت کنم. ممکن دردی مرا خوبتر فهمید. از این جای دور شرطهایم را فراموش کردی به فکرم. تا حال یگان مشتری مرا ندیده است، دیده باشد هم مرده است، فهمیدی؟ شب ساعت 9 انتظارم، نزدیکانت را فکر کن. چی شد؟ از روی معلوم نیست. چی خیر شد؟ با دستشون یک کامپیوتر افتیده است. در آنجا معلومات درباره یک تشکیلات تروریستی بوده است. آنجا نام من هم بوده است. تو در اینجا چی کار میکنی؟ چی کار میکنی در اینجا؟ گبزن چی کار میکنی؟ من تسلیم شدم. چی؟
بسیار کارهای بد شد ممدو. بسیار. عقلت در جایش باشد تو هم برو. این حریفان نه وطن دوستن نه هیچ چیز. نیتهایشان تماما دیگر. تو شاید این رو نفهمی ممدو. خائنی حرام از رویت معلوم بود. ای مرا با دیگر جا برید. مرا از اینجا برید. با این ابله ایستادن نمیخواهم. ای مرا بشنوید. یگید شین در یک جا. آخر چی شینم سردارم؟ آخر چی شینم؟ دشمنی جانی من اینجا و شما مرا شین میگویید؟ شناسنامه‌اش همین است؟ بله، هنگام در آمدن همین را مانده است. اما از حقانی بودن شبهه دارم. اینجا سیری هست سردارم. این ابله را کم و بیش میشناسم. این طور با آسانی تسلیم شدنش ناممکن است. این تماما از عقل بیرون است سردارم، ممکن نیست. تو صبر کن، یک دم ایست. ما که حالا هیچ کار نکردیم. شخصان خود تسلیم شده را با چشم حذر می‌نگریم. اما ما پلیس کو. در ما برای پشیمان شدگان بستنی تفتیشات را عمیق و دقیق میکنیم. بعد عمل میکنیم. اول با او یک صحبت میکنیم. این وظیفه جانی ما میباشد، میفهمی؟ البته سردارم، میفهمم. صبر. یگید من حسیاتت رو میفهمم. نه سردارم، نفهمیدید. مثل پلیس عمل کن. آدم برین. یعنی به حسیات داده نشو. خوب شده سردارم. دادا ارجان اینجا چی میکنی؟ تقوام آوردم. تقویت؟ او چت کنی؟ خوب بود. در خونه؟ اها خوب است نه؟ اها. بیا تشکر مرحبا. با شما. مانده نباشید. مرا غارت نمیکنی ها؟ نه پدر خوش آمدی. چه گپ خبر؟ در بیرون چی کردی؟ هیچ چیز. یک جا رفته بودم. پدر با تو یک مسئله رو گپ زدم در کار. چی مسئله بود است؟ یک مسئله مهم. کنشین. گپ زن. ارجان اینجا بیا. یخموز فروش رو میدونی ها؟ رو یخموز خریده بیا. پدر تو پدرندرم هستی اما مثل پدرم بودی همه وقت. اما کم سلاخ نخورده ای از من. باشد بودگی کار. کنی به من فهمان. پدر یک وقت خطا کردم. همه خطا میکند. اما از آن من عادی نه. خیلی بگو چیکار کردی؟ قمار بازی کردم و بای دادم. چی؟ قمار؟ تو قمار بازی کردی؟ کم کم بازی میکردم اما چی خیل شد که نمیدانم قرضدار شدم. چقدر؟ 50,000. چی؟ باز آنها مرا آرام نمیگذاشتن. هر شب می آمدن تهدیدم میکردن. بعد مجبور شدم قرض گرفتم. از آنها خلاص شدم. با این کارها چقدر همراه شدی؟ من نمیفهمم. اما پدر بعد از این هم بدتر شد. چقدر بدتر؟ پول را از یک سودخور قرض گرفته بودم. 2 هفته گذشت. 50,000 90,000 شد. حاضر از من 90,000 طلب دارم. ندهم. یا مرا یا نزدیکانم را میکشند. همین شب بیفتنم در کار.
و تو از من پول میخواهی. همین طور ها؟ یک مردگی کلان شرم نمیداری آمده از من پول میپرسی. با کاری کرده اگر خدا جوابگر. این را باید پیش از قمار بازی فکر میکردی. تو زن و فرزند داری. گم شو به نظرم. گم شو. بحث با هم بازی نکن. پدر به خدا با این آدم ها شوخی کردن لازم نه. بترسم از پشت من تو رو هم نکشن. مرا هیچ کس نمیکشد. تو مرا ترساندن میخواهی. تو با پدرت مانند هستی. پدر اگر پدرندن هم باشی پدرم هستی. التماس مرا هم فهم. از تو فقط قرض میخوام. تمام. اگر دیهم کی برمیگردانی؟ چه خیل ها؟ چند سال بعد؟ پدر دم بس. هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. چه خیل که گرفتی همان خیل برگردان. گم شو. این نام اصلیت نه. نام اصلیت چیست؟ 12 سال شد که نام اصلیم رو استفاده نبردم. از بس که لباس سیاه داشتم مرا سیاه پوش میگفتند. صدها نامی ساخته نیز داشتم. افسانه نگوی ابله. نامی اصلیت را گوی. کوپتر ها؟ اگر من همین خیل نامی داشتم در بین مردم نمیگشتم. یگیت نامی آدم رو مسخره نمیکنند. شناسنامه را هم قلبکی کردن ممکن است. فرق ندارد. خیلی شد نامم رو استفاده نمیبرم. خوب پس کیستی؟ با یک نام مخصوص در کارهای غیرقانونی و در بعضی عملیات ها سرداری میکنم. باز در کارهای مخصوصی پیشوا یاری میدهم. کارهای مخصوص گفتی؟ که یک مثال بیار. اساساً خبرهای مخفی رو میبرم. برای گوش نکردن دیگران. باز خبرهای متاثر. خبرهای متاثر؟ برای مجبور کردن کاری. جناب یمن رو میشناسید به فکرم. مثال به او بسیار خبر برده بودم. همش رو اجرا کرده بود غیر از آخرینش. و تو را برهمانه به قتل رساندی همین طور؟ درست. بله. شرط گروه همین است. چرا که به من معلوم است کارت با همین تمام نشده است. بله. تا سحر هم نقلم تمام نمی شود. سر حسابی آدمان کشتم را نمی روم. چند بمب کفاندم. چند آدم را تهدید به مرگ کردم. 12 سال اخیر کارهای غیر قانونی که در کشور روی دادن یا به واسطه یا همچون تشکیلاتچی در آن اشتراک کردم. غیر این کارها باز کودک دزدی هم میکردی هم بی‌شرف؟ آره کودک دزدی هم میکردم گفتی. من میخوام پیش از همه یک چیز از تو پرسم. برای چی تسلیم شدی؟ من به این گروه برای خدمت به وطن وارد شده بودم. به وطنم خدمت کردن میخواستم. بیکار بودم. بعد کار آنها را دیدم. مرا به حیرت آوردند. حتی روزی یکم که به این گروه داخل شدم آنها به من گفتند برای آبادی این وطن باید 50,000 نفر هلاک گردد. به من سخت تاثیر رسانده بود. اگر با مردن 50,000 نفر ملک آباد شود من راضی گفتم و همینطور من داخل شدم. یعنی مثل قصاب آدم میکشتی ها؟ اما این سبب تسلیم شدن را نمیفهماند. این کار بسیار کاری پرمشقت است. دیروز به من یک وظیفه دادند. وظیفه آسان. چه وظیفه؟ آنقدر هم مهم نبود. به یک کس باید پیغام میبردم. یعنی پیغام تهدید؟ یک بای صاحبی ثروت و آبرو
شرط رو یک و یک باره قبول نکرد. کمی وقت خواست. کمی 1 ساعتک. بعد پیشوایمون دیر میکردگی ها را دوست نمیداشت. اون شب نزد خواهرم رفتم. وی رو بیرحمانه زده بودند. چرا؟ 1 ساعتک دیر کرده بودم. سردارم این ابله روی راست دروغ میگوید. با چی دلیل به تو باور کنیم؟ برای چی؟ بله، برای چی به تو باور کنیم؟ چون که خواهرم را نینجان دیدم. پس از اون گروه بر آمدن رو قرار دادم و راست آمده تسلیم شده چیزی را که میدونستم به شما یک تا گفتن خواستم. میدونم که برای گناهایم مرا جزا میدهید، اما دیگر راه انتقامگیری ندارم. سراغ خواهرت رو به ما ده. قریب تموم کردید؟ بله خانم. رفیق سرکمیسر، همسایه ها رو پرسیدم. او رو میشناختن. گاه به اینجا می آمده است. یعنی در حقیقت هم خواهرش بوده است؟ بله. خدایا پدرم کجا شده باشند؟ هنرپا خیلی بامزه، دستانتون درد رو نبیند. اوش شود. بامزه. نوربانو، آلپرین کجاست؟ نمیدونم چه. چخیل از کجا میدونم؟ آروم شوید اپا. چخیل آروم شوم پیروز؟ این چیزی که دلم میگوید میشود. شما که همین خیل فکر میکنید همین واقعه ها روی دادن میگیرند. آنه آمد بینید. چکور کرده ایستادگی؟ باز چوپان شدنی هستی ها؟ یکی اگون کس تو را دوزدد؟ جنگ نکنید، کودک بازی دارد. اوچه یک بوزیچه گیریم چی؟ بوزیچه؟ ها بله. بله اوچه بخشه داریم، در بخشه ما نگاه میکنیم. ها بسیار نخس. با پدراتون میگویم که 1-2 شترمرغ، 2-3 خیرس و 1 فیل بیارد. باغچه رو به باغچه حیوانات تبدیل دهیم ها؟ زور آلپرین نیفتم، با خدا که نیفتم. زیغ شدم. من هم زیغ شدم. لطفا مرا ببخشید. من هم زیغ شدم. ببخش، با تلفن گپ میزدم. شنیدن آوازی تیر بود، مسابقه سر شد. نزدیکانت یکت مرد. کی را کشتید؟ اکنون رو قرضت علکه 100,000 شد. پگاه تا همین ساعت وقت داری. اگر به پلیس خبر دهی خودت و نزدیکانت کشته میشوی. اگر دیر کنی خودت علکه میدانی. خیز برادر، رفتیم. بیا. خدا جان مرا ببخش. کی را کشته باشد؟ الو چه؟ لبای چی شد پسرم؟ هیچ چیز، هم تو وقت پرسم گفتم. نفس هستید؟ نفس؟ پدرم در خونه؟ در خونه؟ چی بود؟ همش نفس. چرا پرسیدی؟ خیر، تو دیدار. پسرم الو. خدایا، التماس آدمی تخمی کردم نباشد.
حیران سمرا تو نباید موری سمرا چی کار کرده پسرم تو گفتی که مادرم در خونه خوابم خدایا حالا میخل گوی؟ بله رفیق سردار. مقتول خواهری همان آدم بوده است. تخمینا همان روز کشته شده است. شاهد؟ نیست. دلیل های جنایت؟ جستجو داریم رفیق سردار. سردارم این ابله با ما بازی کرده ایستاده است. به فکرم. تو صبر کن. کنی بینیم. بازی کرده ایستاده باشد میبینیم. اگر حقیقتا از گروه برآمده باشد چی؟ سردارم به یگان حرف او باور نمی کنم. راه های فهمیدنش هست. به بیرون برو. برو یافتید. برا دف شو. بابا زنک نجیب کجا شدی؟ دور اونقدر انتظار شدیم. رنو جان هم رفت. آخر یک کاری مهم برآمد. کاری مهم. کی این کارها تمام می شوند؟ تا به نفقه برآمدن تمام نمیشه تونر خانم فهمو؟ انا باز پسره تنها ما. تو فکری کودکان رو میکنی؟ بس هر پسره چی ها آمد و تو حالا هم کار. زنک غم نده. از برای خدا همه چیز رو از من انتظار نشو. کمتر تا با اون مشغول شو و گویی گیر. کوشش میکنم که دیر نایم. خوب؟ خوب من هم باور کردم. امشب که راز با ما ماند. دیر شده بود. تنها روان کردن نخواستم. خوب کردی. مهدش. خدا رحمت کند. تو ابله گریازی شدی ها؟ غمگین شدی؟ تو هم خود را آدم شماری؟ در تو آدمگری هم نمانده است. پس بیرازیل پلید. یگید رفیق سرکمیسر استید. یگید من را حس امر میکنم. سردارم این بشرف. تمام. حرف شنیدن نمیخوام. برو. برو گفتم. بیایید برایم. تو دیدی این انسانی پسی احمق را شرم نداشته رول میبازد. طاقت ندارم. رفیق سرکمیسر چه خیلی که نباشد به نجیب سردار باور کنید. کمتر آروم شوید. من شما رو میفهمم اما همه میفهمم میگویند اما هیچ کس من رو نمیفهمد. هیچ کس حتی تو هم. گفتگی درست برآمد. من مرگ خواهر از جیغ شدم. او چی کار میکرد؟ همشیره تیب. تو رو میدونیست که با این کارها مشغول هستی؟ درباره کارم به او نگفته بودم. تالاری سقابازی دارم میگفتم. خب برای باز هم خوبتر باور کردن اما چی گفته میتوانی؟ این روز یک اعتراضی برگزار میگردد. پگاه نتیجهش معلوم خواهد شد. جمع آمدی اعتراضی؟ اگر خواهید سراغه رو میدهم.
خداتون بینید که عملیات رو پیشگیری کنید. оқтой ту як бародар доштӣ ғорат мекард маро бо ӯ шинос мекунӣ چی شد فیروز؟ من غارت کردم аматагир фақат як кор доштам муҳим хоҳиш мекунам تاکوز чӣ тақоз نامش تاکوز اما دقت کن فهمیدی گپم رو шом бахайр لبای мебахшед ман аз назди ёхтай омадам номи шумо тақозми мебахшед шумо маро дуруст фаҳмед ман даматагир ман такоз гап зан танҳо гап зада метавонем аз занам ягон чизро пинҳон намекунам гап зан аз ту хоҳиши иҷрои як корро дорам малах ҳастми малах лавай пул ҳа ҳаст албатта ҳаст нас чӣ кор рафиқ саркамисар бале имрӯз ба ман чизе гуфтан мехостед чӣ ҳалима ту моро дар филм хаёл кардия охир дар амалиётем ку ҳоло вақти ин гапҳо нест хуб бачаҳо гирду атроф бехатар аст бисёр хуб ягид лабай сардорам бо диққат бошед хеле эҳтиёткор бошед боз ба дом нафтем ҳар кор шуданаш мумкин ҳар кор тайёр бошед омода бошед фаҳмо аст хуб шуда сардорам дароем дароед پلیس بس همین خواب روید بندید برادران با دقت باشید غیر از تو یگون کس هست؟ گپ زن غیر تو یگون کس هست؟ چی حال داری؟ خوبم مرده است خودش این را خواست خودش برادران وضعیت چگونه است؟ جواب دهید. سردارم اینجا یک اسیر هست سلامتیش چندان خوب نیست. اسیر؟ کی؟ جناب سوها. چی گفته سودایی؟ سلامتیش خیلی؟ بهترش آمده خودتان بینید. یاری تجلیل را دعوت کردید؟ بله در راه است حاضر می آید. جناب سوها و شما چی شد؟ وقتی از خانه برآمدن مرا دزدیدند. شما چطور یافتید؟ از یک آدم اخبار گرفتیم
کسی که باشد کافته یابید هم شفایی هم کاغذی اجازت میدهم. حاضر چی حال داره؟ سلامتتون چی است؟ فقط کمتر مانده شدم. بیارید. سردارم یک چند چیزی افته. در اینجا سردار. اینجا مغازه راه کو؟ سردارم به فکرم در اینجا خیلی زیاد است. نگاه کنید سردارم، اینجا همه نقشه است. اما این نقشه خانه که معلوم نیست. اینش باشد نقشه عملیات پارساله. بله. این نقشه اداره امنیتمون کو؟ حتی خوش نمیاد، اما حریف به ما درست گفته است. اینجا پر از دلیل هاست. من همینجا فهمو پگاه در وقتی گفتم بیا کامراهای درون یک مدت خاموش میستند. تنها میشوم. خوب همه پولها و جواهرات رو میگیری بعد تقسیم میکنیم. چقدر پول است؟ بسیار. ببین این تپانچه بازیچه فقط برای ترساندن استفاده میبری، فهمیدی؟ فقط برای ترساندن. کی رو میترسونم؟ تو رو؟ بله. چی؟ یعنی در دستت ایستد آخر. خیر میلش با تو نباید بسیار ایستم. دیوانه است چی؟ با تپانچه بازیچه غارت کرده میشده است مگر؟ انا این رو تپانچه میگویند، وقتی که نه است بازیچه چی لازم؟ باید از کجا میفهمد؟ سردارم. گوش کن، اگر باز همان کار رو تکرار کنی دیگر که گپ میزنیم. اینجا بوده که آدم دیوانه است، کسلی بیماری روحی است، اما در زیر امنیت و باید در امان باشد. فهم است؟ فهمیدم سردارم. بسیار خوب. برای چی سوده را اسیر گرفتنشون رو نگفتی؟ خودتون بینید گفتم. چون که عملیات رو من نبردم. از عهده‌اش میبر آمدن، نمیبر آمدن، نمیدانستم. ادوکات داری؟ نه. در کار هم نیست. همه چیز را خودم میگویم. چون که میخواهم همچون وطن دوست یاری رسانیده آنها را ریشه‌کن کنید. یعنی چیزی رو که میدانی به گفتن تیاری؟ بله. بهتر باشد با تو خیلی همکاری میکنیم. آخرین نمایش سلسله فیلم کی بود پسرم؟ امشب. مخلصی اشدی رو هم معلوم کردیم. اما اپام اجازه نمیدن. کارش تماشای کیمشخل مسابقه ها. چخل کیمشخل؟ اونجا حیات آدمان حل میشن، فهمیدی؟ کدومش پول میبرد کدومش نه، با من چی؟ چرا برای بای دادگی گریه میکنی؟ گریه نمیکنم. گریه کردی، دیدم. نه کی دیدی؟ خوب شد اپا. در جای کار با خوردن دیگر و در خانه دیگر.
مثل پیشتره. ها بله، در زنده بودن مندرس چخیل رفت و آمدمان زیاد بود. شوهرهایمان دوستی نزدیک بودند. مندرس هم مثل اکام بود. مندرس را فراموش کرده نمیتوانم. اوچا دیشب باز دادم در خوبم در اومد. گربه‌ام رو پرشونید. بعد بوسید مرا. هر شب پدرش را خواب میبیند. اوچا جان او میآید. در خوابم نه، از راستی میآید. اوچا جوناکی من. کتاب‌های سیاه در آن همایان عملیات‌های غیر قانونی ثبت شده است. کتاب‌های سیاه پیش وقت برای پس زدن آدمان استفاده می‌شد، اما زمانی وضع شد امروز باشد عملیات‌ها را در آن ثبت می‌کنند. سردارم، بچه‌ها از شعبه تکنیکی اولین تفتیشات را به اتمام رسانیدند. بشین. عجایبش این که در همان کتاب سیاه نقشه های امروزه پیدا کرده امان هم به پورگی وجود دارن سردارم. بله رفیق سردار، حتی حجت های مخفی کامپیوتر را هم یافتند. در آن حتی عملیات امروزه هم ثبت شده است. اسیر گرفتن جناب سام؟ بله سردارم. کاش که بر وقت‌تر می‌یافتند. سردارم، در کامپیوتر بسیار حجت ها با رمز محافظت کرده شدند. از آنها دو تایش بسیار مهم بوده است. نام یکی تکلمکان، دیگرش صفر، یعنی رقم صفر. برای چه آوازت رو پس کردی؟ بچه های شعبه تکنیکی بسیار مهم بودنش را تاکید کردند سردارم. ممدو گفت ها؟ یعنی؟ اما حاضر همان حجت تکلمکان رقم صفر باشد چیزی باشد یافتن لازم. رفیق سردار، کارمندان شعبه تکنیکی گفتند که رمز این دو حجت بسیار و بسیار مرکب بوده است. یعنی حل نشونده است؟ حل شونده است، اما وقتی زیاد لازم می شود. چقدر وقت؟ کمش 3-4 ماه. چی؟ 3-4 ماه؟ رفیق سردار، آخر این رمزها خیلی مرکبند. من آنقدر صرفم نمی روم. باور کنید آنها خیلی مرکب هستند. تو چی فکر کرده صدایی؟ کو بینم سردارم، تسلیم شده امان در این خصوص چی میدانسته باشد؟ تکلمکان هیچ شنیده ای؟ بیابان را؟ بیابان آسیای میانه را نمیگویم. اینجا درس جغرافیا نی. از کجا فهمیدید این را؟ به اینش کاری تو نباشد. تکلمکان فقط یک بیابان نیست. تشکر برای به خاطر آوردن. یک بنا است. چی؟ بینوی تکلمکان یکی از جایهای مهم برای تیاری. در آنجا کی زندگی میکند؟ هیچ کس. فقط مثل قطی پشته استفاده می شود. چی خیلی قطی پشته؟ تو درباره چی قدر سفسطه میگویی؟ در درآمدگاه بینا قطی هست برای گذاشتن پیغام ها. آنها را آدمان مخصوص میگیرند. یکی از آنها من میباشم. در جیبم کلیدی آنجا هست. دیگران هم از آن کلید دارند، ولی سیر گشودن آن را همه نمیدانند. چی فکر داری؟ به فکرم سردارم اول جای را تفتیش باید کنیم. اگر در کار شود عملیات میگذرانیم. او دیر شده است. اما سردارم از این کار آنقدر بایی خوش نمی آید. و من هم. اما از این کارها که اومدی نیکی اومده بود. درست سردارم. تو خانه‌ات برم. تشکر سردارم. خودم میروم.
تو را تا خانت برم. تشکر رفیق سرکمیسر، خودم میروم. تو از من رنجیدی ها؟ بشکن، بعضا سخت گپ میزنم میدانم، اما امروز با تو درباره یک مسئله خیلی مهم گپ زدنی بودم. یعنی میدانی مسئله بسیار هم مهم است. دیر شد رفیق سرکمیسر، پگاه گپ میزنیم. شب بخیر. یکی پگاه هم نشود چی؟ عجبا این نیم امک چی کار میکرده باشند؟ من هیچ چیز را نمیفهمم. علیکم السلام. وای شما همین جایید امک جان؟ علیکم السلام گفتم تو. سلام علیکم نیم امک. نیم امک این چی احوال است؟ به دکان مگر موشها هجوم کردند؟ یگید جان چا می‌نوشی؟ مالش امک جان. اصلا دیر شده بود، در کار بودنتان را نمیدانستم، فقط یک خبر گیرم گفتم. در اصل محکم بود. در این ساعت کدام چای خانه کار میکنند؟ برای تو کشاده. در واقع اینقدر دام را برای چی گذاشتید امک جان؟ همه جا پر از دام؟ یگید جان خودم رو کمتر بی‌پروا حس کردم. بی‌پروایی خدا نشون ندهد از بالا آدم رو به زمین میزند. ایش همین ده. یعنی چی؟ یعنی من در همه جا دام میگذارم برای احتیاط. دست و پایم را احتیاط میکنم، از همین سبب با تمکین و در غفلت نمیافتم. همه وقت خوشحال، هیچ در غفلت نمیافتی. آخر نیم امک مبادا دستتان یا پایتان در نماند میگویم. یکی جان پسرم، آخر فقط دقت میکنم که نافتم. هم هوشیارو هم احتیاط کاری. مگر خسته نمیشوید امکی؟ شد امک. اما دیدی چی شد؟ در غفلت موندم. امکت در غفلت، امکت را دیدی؟ ها نیم امک درست. واقعا هم اگر با چشم تحقیق به اطراف نظر کنیم حیاتمان پر از دام است. بله پر از دام است امک جان. شما انسانی بزرگید امک جان. بزرگ خداست. درست است امک. ها واقعا دام گفتم و یک سوال به سرم آمد. همین آدمی فریبگر را چه فهمیدن ممکنه؟ شما فهمیده میتوانید؟ دادرم از یک آدمی میپرسی که من از کجا دانم؟ همین رو میدانم که حتی حشرات هم خود رو به دام بلا نمیزند، اما یک چیز رو میدانم. آدمی رو دیده ای که به پای خود آید و التماس مرا کشد دید؟ نه البته ندیدم امک جان. البته نمیبینی؟ خیر امک جان، من آیسته میروم. روزی وزنین بود، گفتم یک امکم را بینم و عصبم آرام گردد. در من یگان چیزی آرام کننده است. من تو رو چل آرام میکنم؟ در هوای تازه فراغت میکنی، بعد از نیم امکت میبینی. کنی بیا رو بیا رو کنی رو. مرا میرونید؟ پیش میکنم گپ داری؟ معلش امک جان تو بازدید شد. ولی دقت کن، دنیا پر از دام است. حذر کن، احتیاط باش، در غفلت نمان، گپی نیم امکت را از یاد نبرار. خیلی خوب امک جان خیلی خوب. نیم امک، در طول 17 سال وقتی شما را امکی میگویند این به شما تماما معقول نیست و شما را به غضب میآورد. سببش در چی باشد؟ فهمیدن ممکن است؟ بعد میفهمی. حالا رو. کی میفهمیم امک؟ حالا من در همین جایی. رو کنی رو. چی خیلی جورا جان؟ تو اینجا چیکار میکنی؟
حالا این رامانو عملیات کردنیت؟ خاموش. بله. چرا یگان گپ نمیگویی؟ این آدم سیاه است، سفید است. حالا ما هم انیق نمیدانیم. امروز رفته خودم رو نشان دادم. گفتم پلیس از من شبه نکرد. اگر نه یگان کار کردنشان ممکن بود. تسلیم شدن این ابله برای ما غیر چشم داشت شد. یگان نقشه داشتنشان ممکن با دقت باشید. برای همین باز درونشان در آمدم. برادر، پگاه عملیات داریم. نجیب سردار تدبیرش رو اندیشیده است فکر میکنم. اما تدبیر دو طرف دارد. خدا نشان ندهد ابلهان یگان نقشه نداشته باشند. شاید. تو چی کار میکنی؟ من با جنگلی سرزرگوش میروم. همه سیرها آنجاست. مرا ببخش جورا جان، ببخش. تو هم برادر. جورا جان، پیش از مردن زنگ گیر آخر. تو فکر خودت رو کن برادر. خوش باش جورا جان. خدا یارد. بسم الله. آمدی. خوابم برده است. خوبی؟ شکر خدا. ناز گویم همش ناز میشد. زنک مرا ببخش. اینش باز چی؟ زنک جان، یگان گپی خطا گفتم. مرا ببخش گفتم. آخر فقط حقوقت را پایمال میکنم. امروز هم همین خیر شد. دیر آمدم. بخشیدمت نجیب. این طور نگوی. بعضا ناز هم کنم. آخر تو را میفهمم. ببین همه خواب کردن. البته تو این دم که بیدار نیستم. من خواب نکردم. پسرم چرا بیداری؟ خوابم پرید. بینش ما با الپرین به بخشه میبریم. خوش کنی گپ زن؟ برای چی خوابت پرید؟ در خوابم یگیت رو دیدم. کدام یگیت رو؟ یگیت که در همان قصه بود. نه مرد. اما با جای یک یگیت دیگر می آمد. فراموش کردی؟ ندانم لیکن زیق شدم. تو یگیت من الپرینم. اینجا بیا. سردارم، گرد اطراف بینای تکلق مکان را تفتیش کردیم. یگان چیزی شبهناک پیدا نکردیم. بهتر باشد عملیات تکلق مکان را آغاز کنید. خوب شده سردارم. یگیت وضعیت چخیل است؟ دو قطعی گفتهاش خالی است سردارم. تمام درآید. با دقت باشید. خوب شده سردارم. کسی نیست. تازه. کسی نیست. کسی نیست. تازه. دو هم کسی نیست. یگان چیز هست؟ نه رفیق سرکمیسر، خانه تماما خالی. حریف راست ما را فریب داد. پلید نابکار.
یگید وضعیت چه؟ سردارم وضعیت به جای گفته رفتیم، اما فقط خانه خالی را دیدیم و خلاص. خطی ها را دیدید؟ ما وقت نداریم، میفهمی؟ خالی گفتم که خانه هم قطی هم. شما خطا کرده ایستاده اید. اگر خطی خالی باشد حتما در آنجا یگان چیز بودنش لازم. تو مگر نمیفهمی؟ گفتم که خالی هیچ کس نبود. من نگفتم کسی هست. آنجا خودش خطی پاچته. و رفیقانتان گوید خانه رو خوب کابند. اگر یگان چیز را دانی بگو، کارم را آسان بکن. میدانستم میگفتم. به خانه من هیچگاه ندر آمدم، اما حتما آنجا باید یگان چیز باشد. برادران، از شما خواهش دارم همه جا را کابید، نغزک کابید، از سراخی در تا مشخانه ها، یعنی همه جا را. فهماست؟ فهماست سردار. عمل کنید. یگان چیز هست؟ نه سرکمیسر. رفیق سرکمیسر، با فکرم این نباید اینجا باشد. این چیست؟ فلشکه است؟ بله. ها. بچه ها، کافتن رو دوام دهید. پدر تو برآمدنی بودی؟ برآمدنی بودم، مامانم میبرایم. چی؟ از تو میپرسم؟ یا توبه یا خدا؟ نه استغفرالله پدر جان. مه پسرم تو یک مسخوری رو. دستتون رو بردارید، دستتون رو بردارید. کودک رو سرده. ها کودک برایت عزیز ها. پولهای کسا و همه جواهرات رو بار کن، وگرنه تو رو و این کودک رو میکشم. دمت گیر. کودک رو مزن. دمت گیر. پولها رو انداز. پیرسگ چی رو غارت کردنی ها؟ ارجان پیسرم وای جانم ارجان خدایا. رفیق سردار، کارمندان شعبه تکنیکی آن فلشکه رو کشودند و از آن بسیار چیزهای مهم پیدا کردند. چی یافتند؟ یک برنامه سردارم، برنامه رمز شکن. کارمندان آن شعبه اینچنین با یاری این برنامه از کتاب سیاه حجت‌های تکلمکان را کشوده توانستند. رفیق سردار، نتیجه؟ در نتیجه تکلمکان کشوده شد سردارم. کشوده شده باشد؟ بله. در درونش چی بوده است؟ یک برنامه نو. نامش را تخمین کرده می توانید؟ دوستانم گپ را زیاد نکنید، به همین هم سلام ویران. در درونش رقم 0 نام برنامه رمز شکن یافته شد سردارم. و البته کارمندان شعبه تکنیکی آن را برای کشودن حجت رقم رمز 0 کتاب سیاه استفاده بردند. ابلهان برنامه هایشان را در درون حاجتخانه پنهان میکردند. خوش. در نتیجه این رمز هم کشوده شد سردارم و حجت‌های بسیاری به دست آمد که اسرار زیادی را برایمان آشکار می‌سازد سردارم. خوب چی برآمد؟ این چیست؟ حجت رقم 0 نقشه ماهانه، روز به روز ساعت به ساعت. مثلا امشب در کجا شدنش را میدونیم. امروز چندم بود؟ یعنی اینجا باید باشد. بله سردارم، همش روشن، ساعتش هم معلوم، ساعت 12. جای را تفتیش کنید، اجازت گیرید. این عملیات وزین می شود.
اما یک بار دیگر از مهمانمون بپرسیم چی؟ رفیق سردار با عملیات چی نام میگذارید سردار؟ عملیات رقمی 0. سردارم من هم روم؟ مالش بیا. خوب سراغه پرسیدم رو میدونی؟ آن را از کجا افتید؟ تو تنها به سوالها جواب میدهی فهمو؟ بله با این سراغه من چند مرتبه رفتم. چه خیلی که گفته بودم گاه من خبررسان و راننده پیشوا بودم. با این بنا یک چند مرتبه در آمده بودم. سیستم بخطری آنجا به درجه عالی است. درهایش اتوماتیکی. مثلا اگر از نظارت نگذاری به در آمده نمیتونی. درهایش اتوماتیکی، حتی با لیفتش هم. این بنا پاسبان‌های زنده ندارد. تو از نظارت گذشته میتوانی؟ اینطور باشد امروز با تو با هوای تازه میبرایم. چخیر؟ سردارم باید این آدم را با خود بریم؟ با درون در آمدن لازم مجبوریم او را بریم، اما در زیر نظارت. فهمیدم. نامت فیروز ها؟ بله. اول جنوب آجار پروند همین طور، بعد دنگ غارتگر پدرتون رو تاکوز. لبه؟ چی؟ ببخشید سرم گرنگ. ها در کجا مونده بودیم؟ ها دوست تنیر جانپولا 2 بار تیر پروند همینطور؟ بله. شما با زمین خوابیدید؟ همش دریا غرق شد. پسرتون چی؟ آروم شوید، آروم شوید. چی خیلی آروم شوید؟ چی خیلی؟ زن دارید؟ خیلی شد جدا زندگی میکنه. زنتون از وفات ارجن خبردار است؟ میفهمم. جناب آجار پدرتون بود؟ پدرم نرم بشو. وقتی من 6 ساله بودم ازدواج کردم، اما مثل پدرم بود. کمتر دغل بود لیکن مهربان بود. میفهمم. خدا رحمت کند. وضعیتتون را میفهمم، اما یک چند سوال دادنم لازم. امروز کامراها کار نکردند. چی سبب باشد؟ نه نمیدونم. جناب فیروز، اگر یگان گپ شد به من زنگ زنید. خوب؟ تشکر. من روم؟ البته. به همش خدا همت دار. به همش. اونچه نمیدونم که من به تو چی ضرر رساندم. الوچه در خانه ای چخیر شد همه این کارها. من از این تو آمده ایستادم. پسرم کجا میروی؟ من مهمان سرای. چخیر مهمان سرای؟ بعد همه این کارها. آنچه جان سوال نده. تیار شم. باید رویم. خدایا مادرم رو از شهری آنها نگه دار. خدایا این چی بلایه؟
номаш танер бошад ҳам, лекин ҳама ӯро такоз мегуфтанд. такоз? такоз, ҳа? хуб, шумо медонистед ки шавҳаратон ғоратгар буд? бале, кораш ҳамин буд. аз корҳояш, яъне аз дуздиаш ба шумо мегуфт? не, аммо аз ин кораш хабардор будам. чӣ хел, медонистед? як кас омада аз ӯ илтимос кард. илтимос кард? бале, ҳатто ба хона омад. ҳамон одамро шинохта метавонед? албатта, агар бинам мешиносам. номашро медонед? фирӯз. бале, бале, фирӯз. аниқ дар ёд дорам, номаш фирӯз буд. хуб, шумо чӣ хел буданашро ба мо гуфтан метавонед? албатта. айбдоршаванда фирӯзро ба ин ҷо даъват кардан дар кор. худа шумо. хеле хуб. ҷаноби фирӯз, барои тартиб додани нақшаи ҷиноят муттаҳамед. ман ҳеҷ кор накардам. ба фикрам вақти он расид ки росташро гӯед. инро баред. занатонро кӣ кушт? аз шумо шубҳа надорам. ба қотил монанд нестед, лекин кӣ кушта бошад? судхӯре ки аз ӯ қарздор ҳастам. судхӯр? алё, ҳалима, ин ҷо як ҷинояте шудааст. ман тафтиш дорам. аз ин шумо ягон хабаре доред? чӣ? шумо омадед? кай? чӣ? хоҳари кӣ? чӣ? ҳа. хуб, майлаш. медонӣ, кор ранги дигар гирифта истодааст. раисат инҷо менишаст? бале. барои чӣ ба ҳеҷ кас рӯяшро нишон намедод? ҳамин хеле як ода дошт ки ба муштариён нишон намедод. ба фикрам раисат ном дошт. саволамро нафаҳмидӣ? оҷор ондер. оҷор ондер, ҳа? оҷор ондер ягон кори дигар мекард? намедонам. расми падаратонро доред? раисат ҳамин буд? бале. боварӣ дорӣ, аниқ? яъне раисатон ҳам судхӯру ҳам қотил аст? бале, ин расми уст. аммо ӯ ҳеҷ вақт барои надодани қарз муштариёнро намекушт. аниқ? бале, чунки корҳояшро иҷро мекардем, метарсондем, баъзан мезадем, маҷбур мекардем ки ба шартҳои мо розӣ шаванд. ҳар рӯз фоизро бар сари фоиз зам мекардем, лекин ҳеҷ гон намекуштем, то ки чӣ? рӯзе як одам омад, рост ба наздаш даромад. ман аз пушти дар гӯш кардам. ӯ раисро таҳдид кард, маҷбур кард ки як занро ба қатл расонад. намедонам, аммо касе буд ки ба ҳардуяшон шинос буд. ба ту имконияти охирӣ медиҳам. агар ин дафъа ҳам корро иҷро накардӣ, нишонаҳои ӯро гуфта метавонӣ? қадаш дароз, либоси сиёҳ дошт. баъд рафт? баъд занро кӣ кушт?
یک آدم اینجا کار میکرد سری. بغیر از این یگون زنی دیگر رو به کشتن فرمان داد رئیس؟ نه 3 سال باز با او کار میکنم. همان مرد برای چی کشتن اون زن را خواست؟ نمیدونم. تو را خدا زد، دانسته زنم را کشتی. انا خدا تو را نشان داد، سزای تو همین. خدا تو را زد، خدا تو را زد. خدا تو را زد. کارها خیلی آمیخته شدند. از کجا تا کجا؟ عجبا تخمینی کردم درست باشد. سردارم؟ تو هم تیار شو. با کجا سردارم؟ یکت میفهماند. خوش برادران، با عملیات رقم 0 آماده اید؟ اطراف را خوب نظارت کنید. خوب تیار شوید. خیلی خوب. سردارم، به همین ابله دارایم نمی شود. ها سردارم، خواهر این حریف رو کشتن گفتید ها؟ بله، چی فکر داری؟ امروز جنایتی که به وقوع آمده بود، یک کاری عجیب شد. زنی که کشته شده است خواهر همین کس بوده است و کشتار فرمایشی بوده است. انیق؟ همین خیل می نماید. فقط باز یک چیز دیگر که شاید از این کار فرمانده همین آدم همینطور؟ خوب، همچون پلیس باید با همه کار تدبیر اندیشید. اما شبه زیاد شد خوب نمی شود. همینطور نیست؟ مبادا همین خیل باشد چه؟ مبادا اگر فکر درست باشد و حریف آخر در دست ما کو. ما از او استفاده میکنیم. همون رو برای فاش ساختنی یکی از سرهای خطرناکترینی دولتمون که به خلق ضرر شدید میآورد هشدار میسازیم و فکر شما به ما اگر یاری دید خوب است یا اینکه خوب نیست. راست سردارم. اما باز هم با دقت باشید. مادامی که شما از او شبهه دارید زیر نظارت گیرید. خوب شده است. حلیمه، گوش میکنم رفیق سرکمیسر. بعد تمام شدن عملیات با تو گپ زدن میخواهم. البته رفیق سرکمیسر. سری کدوم مسئله؟ این عملیات مشکل است یا سری همان مسئله با تو گپ زدن به خدا که هیچ نمیدانم. خوب رفیق سرکمیسر، هیچ گپ نیه. هر گوی که خودتون خواهید. هدف آمد سردارم. دیدید؟ ایستادم. منور گرفته ایستادید. بله سردارم، کامراها آماده‌اند. رقم 0 شوید. این را از خودش میپرسیم. هدف به بنا در آمد. به بنای 0 میداریم سردارم. ایسته! پلیس! دستا بالا! دستا بالا! ایسته! تمام! نجوبید! من همین تاو! دستا بالا! شما نهایید چی سردارم؟ تمام با دقت باشد.
داو پیش درو. برادران ما در درون بیناییم، در بیرون با دقت باشید. انا با این سو. سردارم لیفت. شش نفره. خیلی خوب. شما اینجا انتظار باشید. همه اینجا انتظار باشید. خوب. کدام رقم را پخش میکنیم؟ با فکر شما؟ ابله به سوال سردارم جواب ده. البته 0. فکرم این ابله رقم 0 را نقص میبیند. حتی نام بنا هم 0. مرده است. سردارم حجره در اومدگیشان رو دیدم. خواهید من اینجا انتظار میشم. سرکمیسر خواهید اگر من اینجا میستم. مالش تیمور تو اینجا باش، ما با دیگران میرویم. سردارم وضعیت چگونه است؟ چرا دیر کردی؟ از برآمدی پنهانی میبریم. پلیس؟ همش در جایش. روز به بینای دیگر میرویم. سردارم برای دوایمان به کشتن خواهر خود فرمان دادهید. پیشتون تعظیم میآورم. میرویم یا اینکه اینجا ایستاده میمون بازی میکنی؟ محکم این دری برآمد است به فکرم. برادران برآمدگاه بینا را تفتیش کنید. برادران برآمدگاه بینا را تفتیش کنید. سردار چیزی شد؟ راتسیاها کار نکرده ایستادند. چی شد؟ تلفن کار نمیکند. اینش هم محکم. برادرها بارو بشنوید. برادرها هیچ خودتان را غم ندهید. در اینجا نه رد که نه تلفن‌هایتان کار میکند. یگید سرکمیسر در را هم نزن، شادن نمیشود. و تو گفتم خودت را غم نده. تو کیستی؟ سمیچکه گویم به یادت میآورد. او در روی سمیچکه فکر کرده بودم کو. گوش کن واهمه چی؟ وقتی که تو را قاپیدم من سمیشکه میخورم. تو پس پنجره میروی و آنجا میپوسی. تو گپی مرا فهمیدی یا نه؟ نجیب سردار بسیار شوق هستی، اما میدانی از اینجا حالت بسیار بد میتابد. خیال کردی که مرا داشته میتوانی؟ اصلا به تو اجازت نمیدهند. میدانی که لجامی چند کس در دستی من است. آدمانی عادی نه، همش اشراف. اگر مرا حبس کنی همه آنها روی آب میبرایند. اوه خدا اقرار کرده ایستاده این نقص. نه فرض
فهمیدم که برای یافتن زیر رقم 0 مبارزه برده ایستادی. این را دان اگر مرا دستگیر کنی آن را اصلا به دست آوردن نمیتوانی. گوش کن، اینقدر زمینی خود مبال. در یادم آمد پیش از در آمدن به این بنا آن آدم نه من بودم نه رقم 0. آنها مثل پنیری روی دام برای دستگیر کردن شما آماده کرده بودند. من باشم خیلی از شما دور هستم. دیدار مرا در قیامت میبینید. تو در کجای نباشی من تو رو میابم. حتما میابم. در اصل شما مرا خیلی ترسانده. معلوماتی که از کامپیوتر یافتید میتوانید مرا به خاک یکسان کند، نیست کند، اما آن را هم حل کردید. به همه دامهای ما افتیدید. آن برنامه های رمزشکن بر وقت آن همه معلومات را نیست کرد. آنها هم ویروس بودند که آن را ما خودمان برای نیست کردن حجت‌ها تیار کردیم. فکر نکن که ما را به دامت افکندی. تو امنیت را ساده مشمار. ساده مشمار. نخور. تو با این خیانتی کردگت پس پنجره میشوی و اصلا برای ملت و خلق نگاه کردن نمیتوانی. اصلا نگاه کردن نمیتوانی. این را بدان. نه ترسان. بعد میبینی. این را بدان. سردارم با اون ابله نباید باور میکردیم. نباید. تو حالا هم نفهمیده ای که با کی بازی داری. صرف همی 4-5 نفر رفتی اما یک امنیت کلان را، حتی یک ملت کبیر را صرف هم رفتنت بسیار مشکل می شود. بسیار مشکل می شود. دمد را گیر، به قفایت نگر. دیدی این از باقی مانده عمر شما. بعد 2 دقیقه تمام. میدانی بسیار گپ زدی. از آوازت بیزار شدم. آمین. برادرها نیست. صدا نیست. چیکار کنیم؟ 1 دقیقه حیاتمان مانده است. به فکرم درد دلم را دیگر در یگان شرایط گفته نمیتوانستم. تو را دوست میدارم حلیمه. از جانم هم زیادتر. از کار این دنیا فقط از یک چیز میترسیدم. از آن که به تو این گپ را چطور گویم. اگر از اینجا برآمدیم به تو تکلیف توی شدن را میکردم. راضی میشدی حلیمه؟ این راضیگیت را میفهماند.
فرزندهایمان به خدا امانت. یگید قسمت رو بگی پیش از مرگ تو رو سرکمی سرنیم یگید میگویم قسمت. برادرها سرتان رو بالا بردارید. این ملت با شما افتخار می کند. این ابلهان با دشمن خلق روانند چو بحر که در آخر سر خود چو گرداب خواهند خورد. سرتان رو بالا بردارید. فکر نان گرمی دهقان و شیر پاک مادران را کنید. برادران سرتان را بالا بردارید. این ملت با شما افتخار می کند. من در ایس انتظار شو. من آمده ایستادم. حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدان از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگار، مهندس ثبت آواز امیدجان علی، ترجمان سبحان قربان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودیوسر کامل جان سفر و نقشا آواز دادن فیروز عمر، آرتق قادر، نیسای محمد جان، ملاحت بانو، محمدی مرزا علی، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، شیراز، نظیر مدی موسی، صلاح الدین شکو، سلطان مراد بابا مراد، ملاحت، فرقت و دیگران. پایان قسم 21